خیلی از مسئولان واقعیت رو نمیبینن و گاهی هم دنبال دردسر نمیگردن، چون به قول خودشون از فردا باید به همه جواب پس بدن. اما شاید بیشترین مشکل اینه که برخی از اونها سواد فرقه‌ای کافی ندارن. واقعیت اینه که اونها سرشون رو توی برف کردن و فریاد میزنن مگه فرقه‌ای هم وجود داره. گاهی یک منطق غلط توی ذهن اونها وجود داره که اگه به فرقه ها و جریان ها توجه کنیم مشهور میشن. چرا واقعاً برخی نمیبینن که وسط یک تهاجم مهندسی شده نرم قرار داریم؟ امروز جبهه عظیمی گسترده شده است در مقابل اسلام. چرا نبینیم؟ چرا بعضی نمیبینن این جبهه عظیم را؟ مثل جنگ احزاب فرق مختلف ضد اسلامی، ضد معنویت، ضد حقیقت در مقابل اسلام دست به دست هم دادن. واقعیت اینه که بیش از 50 فرقه و جریان انحرافی در جامعه ما حضور دارند و علت اصلی موفقیت دشمن در فراگیری جریان‌های انحرافی واگرایی بین دستگاه‌های فرهنگی و امنیتیه. منظور از واگرایی بین دستگاه‌های فرهنگی و امنیتی رفتارهای جزیره‌ای نهادهای حاکمیتی در موضوع فرق و جریان‌های انحرافیه. یعنی هر کسی داره کار خودشو انجام میده و علی‌رغم اینکه وقت و هزینه زیادی انجام میشه کاری از کار پیش نرفته و واقعاً جای یک سازمان و نهاد متمرکز برای مهندسی فرهنگی و مواجهه با جریان‌های انحرافی توی کشور ما خالیه تا از رقابت و هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری بشه. واقعیت اینه که الان بهایی‌ها از واگرایی نهادهای فرهنگی و امنیتی بهترین بهره برداری رو کردن و از مهدهای کودک تا بخش‌های اقتصادی نفوذ دارند. یمانی ها در مناطق مختلف با کار سازمانی و تشکیلاتی به جذب نیرو پرداختند و شیعیان انگلیسی با کارهای شبکه‌ای و فضاسازی رسانه‌ای توی برخی مناطق و هیئات مذهبی نفوذ کردند و با انجام کارهای خیریه‌ای و خدماتی به کسب درآمد و جذب افراد پرداختند. یوگا و فرهنگ هندو هم که به صورت رسمی با عنوان ورزش‌های همگانی در حال رواج یافتنه و در عمل بسیاری از افراد جذب شده رو به آیین‌های اسطوره‌ای و خرافی هندو و بودایی علاقه‌مند کرده، تا جایی که مروجان فراوان این پدیده با عناوین و شکل‌های به ظاهر جذاب به نوشیدن ادرار و نجاست خواری دعوت می‌کنند. جایگذاری هم علی‌رغم اینکه ادعای شکر و خدامحوری داره، در واقع چیزی جز جایگزین کردن کائنات با خدا نداره و با قرار دادن احساس درونی به جای خدا و دوری از شریعت مقدس خداوند در سایه واگرایی نهادهای فرهنگی و امنیتی به رواج گسترده بیدینی و بی‌تفاوتی در جامعه منجر شده. باستانگرایی هم که با واگرایی نهادهای فرهنگی و امنیتی به یکی از گسترده ترین جریانهای خاموش و نرم معاند با اسلام پرداخته و هر سال به تبلیغات بیشتری روی میاره و از متون درسی تا صنایع غذایی رو تحت پوشش تبلیغی خودش قرار داده و مسیحیت تبشیری که بدون اینکه توسط برخی نهادهای حاکمیتی دیده بشه کارهای
سنگین تبلیغی میکنه و با فعالیت سازمانی پیشرفته از طریق گسترش شبکه کلونی‌های خود تکثیر در جامعه مخاطبان ویژه‌ای یافته و کیپاپ که به ظاهر موسیقیه اما خیلی نرم و در سایه واگرایی نهادهای فرهنگی و امنیتی به تربیت نسلی پر جسارت میپردازه که از تمام نظامهای ارزشی به راحتی عبور میکنه و با تغییر سبک زندگی نوجوانان به تغییر بزرگ در آینده کشور ما مشغولن تا جایی که مخاطبانشون از تمام هنجارهای اخلاقی و جنسیتی عبور میکنن. شیطان پرستی هم در سایه غفلت و واگرایی نهادهای فرهنگی و امنیتی در مناطق متعددی فراگیر شده و به یک موضوع جذاب برای برخی نوجوانها تبدیل شده و البته با دستگیری و صرفاً ضربه‌های امنیتی هم کاری از پیش نخواهیم. فرقه خراسانی که به راحتی در مناطق مختلف کشور با شبکه توزیع محتوا به رواج اسلام منهای روحانیت و حکومت دامن میزنه تا نیروهای معتقد به مهدویت و انقلاب رو به نیروهای معاند و برانداز تبدیل و انجمن‌های 12 قدمی که فارغ از حاشیه‌های پرآسی در گروه معنویت‌های سکولار قرار می‌گیرند. عرفان حلقه هم که به اسم خدا و عرفان شروع کرد در سایه واگرایی‌های فرهنگی و امنیتی در مناطق مختلف حتی برخی روستاها نفوذ کرده و به انحراف بزرگ خودش ادامه میده. واگرایی نهادهای فرهنگی و امنیتی ما میتونه حتی جریانهای انحرافی مثل احمدیه رو امیدوار به نفوذ کنه. جریانی که تا حالا توی ایران سابقه نداشته اما میتونه به راحتی با پوشش مسجد سازی و انجام کارهای خیریه و خدماتی شروع کنه و نسخه سکولار و آمریکایی اسلام رو در مساجد شیک و پرخدمت رواج بده تا در سالهای آینده بتونه به جذب جوانان و نوجوانان در مسیر انحرافی احمدیه قدم برداره. واقعیت اینه که دشمن ما رو میشناسه و از ویژگی ها و واگرایی فرهنگی و امنیتی ما ذوق زده شده و برنامه ریزی مفصلی داره و نتیجه این تهاجم نرم چیزی جز ایمانزدایی، فروپاشی خانواده ها، سقوط اخلاق در جامعه و افزایش بی‌تفاوت ها در جامعه نیست که نتیجه اون دیر یا زود فتح آسان ایران برای دشمنه، فتحی که فعلا با جنگ نظامی شروع نمیشه